وکیل دفاع خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک برای مرحله بعدی قضیه زیرحمایه‌اش آماده می شود. قرار است بزودی دادگاه به بررسی پرونده خورشید فاضلوف شروع کند. با پرونده فاضلوف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. عاید این به ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فاضلوف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و عین حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد می‌کند. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود. عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جایگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب‌ها و اتحادیه‌هایی که با قرار سود عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد. خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتبه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریباً عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی دوشنبه.